سلام بچه‌ها، خوش اومدید به کانال خودتون تخم مرغ. امروز میخوایم بریم در مورد طاووس صحبت کنیم. قبل از که بریم لایک و ساب بهتون نره. طاووس به خاطر دم حیرت انگیز از هزاران سال پیش مورد توجه بشر قرار گرفته. دم طاووس نر معمولا ترکیب از رنگ‌های آبی و سبزه که به صورت قطاری قرار میگیره. 60% از طول پرنده رو تشکیل میده. آن پرنده هزار چشم هم گفته میشه. عمرش 10 تا 23 ساله. طول دمش 5 متره. ارتفاع بدنش 90 تا 130 سانتی متره. وزنش هم 4 تا 6 کیلوگرمه. ترکیب بندی بدن و دم حیوان نر بسیار متنوع است و جذاب‌تر از حیوان ماده است. بدن طاووس ماده قهوه‌ای و خاکستری و مناظر گردنش سبز رنگ. در هنگامی که میخواد روی تخم بشینه بتونه در طبیعت از دید شکارچیان پنهان بشه. طاووس به دو گونه هندی و جاوه تقسیم میشه. هونو هندی در هند و سریلانکا پاکستان. دلیل اصل چتر زدن در طاووس جلب نظر ماده است. با این کار ماده بر اساس اندازه و رنگ و کیفیت دم جفت خود رو انتخاب میکنه. پس از پایان فصل جفتگیری این دم شیب ریختن میکنه و دم واقعی که داره پرهای کوچک و خاکستری باقی میمونه تا پس بعد پرهای جدید و زیبا مجدد رشد میکنه. طاووس ماده بهار تا تابستان جفتگیری میکنه. 3 تا 5 تخم میگذاره و تخم بعد از 28 روز به دنیا میاد. پس از تولد جوجه ها زرد و قهوه‌ای بسیار شبیه به جوجه بوقلمونن. این پدر همه چیز میخوره، از سبزی ها، علف، گل ها، حشرات، مارهای کوچک، مارمولک ها و غیره. طاووس در جنگل، سواحل رودخانه و مناطق زراعی زندگی میکنه. بچه‌ها مرسی که همراهمون بودید. لایک و ساب فراموش نشه، کامنت هم بذارید. تا ویدیو بعدی بدرود.